پوفی توتی کوچولو بیچاره‌ای بود که تازه به دنیا آمده بود. مادرش بهش انقدر نوک میزد انگار میخواست بکشتش، چون پوفی آخرین جوجه‌ای بود که بین 3 تا جوجه به دنیا آمده. انقدر ضعیف بود پدر مادرش اصلا بهش محل نمیدادن. اونا فقط به 2 تا جوجه اول غذا میدادن. صاحب این توتیا دلش برای پوفی میسوزه و نمیخواست اون همینطوری بمیره. اون خودش غذا درست میکرد به پوفی میداد، اما اونقدر ضعیف بود غذای معمولی رو نمیتونست هضم کنه. صاحبش با کلی تحقیق و امتحان بالاخره غذای مناسب رو پیدا میکنه. 2 تا جوجه اول پر در آورده بودن، ولی پوفی هنوز نصف اونام نشده بود. اما اراده پوفی و صاحبش خیلی قوی تر از این حرفا بود. انگار نمیخواست بمیره. روز به روز غذای بیشتری میخورد تا کم کم بزرگ شد. پوفی الان عاشق صاحبشه و هیچ حسی به پدر مادر خودش نداره و صاحبشو پدر مادر خودش میدونه. صاحبش هم کلی بهش میرسه و لباسای بامزه براش میخره. پوفی الان حتی آوازم میخونه، کلی طرفدار داره. اگه محتوا برات جذاب بود فالو کن که هر شب همین بساطه.